خړل منا باد ډکلا ګلانو کړو. کمپاین نهالشانی بهار 1403 در مربوطات ناحیه اول با غرس نهال توسط مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس سرسبزی شاروالی کابل، مولوی محمد عالم عاصم رئیس ناحیه اول، اعضای شوراهای علما، وکلای گذر و جوانان این ناحیه به امید شکوفایی و سرسبزی بیشتر شهر کابل آغاز شد. در این مراسم رئیس سرسبزی شاروالی کابل در مورد اهمیت و ارزش فضاهای سبز در ایجاد محیط سالم شهری صحبت نموده گفت برای توسعه و گسترش ساحات سبز ناحیه اول بیش از 15,000 نهال غرس و مراقبت خواهد شد. وی از شهروندان ناحیه اول توقع برد که در حفظ و نگهداری ساحات سبز سهم ملی و وجیبه دینی خود را ادا ساخته و با سبزپوشان شهر خود همکار باشند. په کوم هیواد کې چې سرسبزي ډیره زیاته موجوده وي د هغې ښار